چکیدستای اوی وانا چکیدستای بخی سوز نمیکنی ما بطره سانتکنیکم آخی تای خلادنیک او رفتستای یگون گودک سوید نزنه یا گپای میگی که ما بطره الکتریکم بخی نغمه نکن خیز بیا بریم سوز کورم اینه که در جانم زدی ده یا که من میفهمیده باشم میفهمی بیا ازنک هم اساسی شد کم شکستید یه تختر داره هم وقتی تختر یاکی نکی همسا چیه باید همه را آماندی خونه را مخصوص کرده با اگر لیمون مایل او باید اخی اون زنه گفت که سمیستیس لیچه سوز کردم که شکست کامم جون آخی تو سانتر سیمیستیس سوز میکنی همون متخصص را جه نمیزنی با متخصص اگر در این ساعتی نمیشه و کی کدام متخصص ای برادر تو برای رقم 1144 زنگ زن متخصص ها بیان سوز کنن آخی نکی اخی اگر آقا حاضر میشوان من این لوازماتی در کاری نه کجا میوم سمیستیتلو من اون رزیدکه و یارو ماید تو اون لوازماتی در کاری فکر نکن همش همراه دارن میگیرن پیدا میشن سوز میکنن میرون اکا جون التماس همه را زنگ زن بیاین همیشه را سوز کنن ولی من زنگ زنم 2 دقیقه بس پیدا میشن آوا مخم کن مایل اکا سلام علیکم کفالت سرویس در خدمت شما خوب شده است مایل خدمترسانی معیشی کفالت سرویس با شما خدمت‌های زیرین را پیشنهاد می‌نماید. نمود کارهای سانتکنیکی و الکتریکی با صفت بلند و نرخی ارزان. تلفن برای تماس 11 44 24 ساعت در خدمت شما. وقت‌های اخیر رئیس رفتارهای ناخوب زیاد کرده است. چگونه این را با او می‌رسانم؟ رئیس بانگ میریم. رئیس همینجا بدونم مشان خوری اینجا کجاه؟ اینجا مروه. نه هم مرویش هم دل ما گرفته اگه جای ساز بریم. رئیس ششلیک خوجندی ما داریم. ششلیک خوجندی؟ بله. اینجا غیر ششلیک دیگه هیچی نداشت ها؟ نه نداشت. صفا چی نه صفا ما داریم صفا. صفا؟ بله. این صفا شمون خوراکای ترکیه ها؟ بله خوراک. نه تا چند میخری همه خوراک همه خیلی دل ما گرفته گه نمیدونم دیگه کجا یکان خوراکی بالازد خریم امیره نمیدونم کجا بریم؟ رئیس میگم اگر شما مالال نباشین یا چیزی رو بسام شما برسونم میگم. چی بوده بایی بسام میرسوندی؟ شما اگر مالال نشوین میگم شما امروز چی خوردن خودتان را نمیدانید. عائله های هستند که از کجا یک لقمه بیاوند امروز باید شکمشان را سیر کنند. شما باید شکرگزار باشین که اینقدر نعمت‌های الله نصیب شما شده است. تو با این گپ چی گفتنی هستی؟ گفتنی هم که عائله های هستند که به لقمه نان زارند آنها را از حالشان بار خبر گیریم. تو چی؟
گفتنی هستی که حالا هم چنین اویله ها وجود دارن؟ بله رئیس، این گونه اویله ها خیلی زیادند. اگر شما زید نباشید بعضی‌هاشون رو برای شما نشان دهم. در کجا هستن؟ نه آنقدر دور هستند. گرد و اطراف شهر پر از این گونه اویله ها هستند. حالا میرویم میبینیم. رئیس، روایت است که نفران از ما بالا فکر میکنند که ما بدبخت هستیم و نفرانی هستند که از ما پایان است آنها فکر میکنند که ما خوشبخت هستیم، ولی هر دوان در اشتباهند. خوشبختی ما و شما در نظر و نعمت خداوند است. خیلی عجایب که سخنهای زیبا. السلام علیکم. و علیکم. مغز یک که سلامتیتون خوبه؟ شما نردتی شما خوبه؟ مرحبا که ما اومدیم که احوال شما خبر بگیریم. ممکنه؟ رحمت خیلی مرحبا. هیما. وقتها رو ما هدیه های گرفتیم برای جای زندگیتون هم اینجا؟ اوه خونه ما زیست زندگیمون همینجا بس. بهترین. خب جای کار نیست، مشکل نه خرید. توضیحات میدم. انشاءالله به خواست خداوند همش میشود. بیا. این فرزنده که اویش. کنی بی السلام علیکم. السلام. بگو. سلام کنیم کنی. السلام. شما چی نام دارین؟ گاورمونو. شما چی نام دارین؟ امرالی. جانه عزیزم. شما چی نام دارین؟ رمضان. ماشاءالله. خانش ازم. سه فرزنده شد. کابونش مکتب داشت. ادامه بودیم. اکه سردین نام داشته نه؟ ما همین شاگرد گفت که از حال یک برادر خبر گرفتن در کنین، ما از حال شما خبر گرفتیم. انشالله آینده دم چی کمبودی ها باشه میتوانید در ما مراجعت کنه، ما کمبودی شما رو برطرف میکنیم. اگر چی کمبودی شد برطرف میشود. انشالله. من حوض شما با یک تا سراغ هم میتیم، ویزیت کم هم میتیم. ویلش چی مشکلی شد حتما ما را زنگ میزنیم، مشکلی شما را انشالله ما حل میکنیم. من انکه رحمت رئیس جون. سلامت باشید. رحمان می نداریم. سلامت باشید. لیکن من حاجتم را از جانب الله طلب دارم. دین شب من ذکر کردم پیش الله خدا. یک رئیسی با قدر قیمت رو رزق روزی فرزندای من رو با دست شما روان کرد. بخشش رئیس جون، شما نرنجید از من. ولی حجتم را من از الله مهربان طلب دارم. سلامت باشید. خدا نگهدار. آباد باشید.